یکی از معلمان اخلاق می‌فرمایند اگر هر انسان در زندگی 4 کس خوب داشته باشد او سعادتمند است. اول پدر خوب، دومین مادر خوب، سومین استاد خوب و چهارم دوست خوب. سلام بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه ملاحظه را از تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌نماییم. موضوعی که امروز ملاحظه گذاری می شود تربیت فرزند است. به فرزندت مگو که ای تنبل، برو حجرت را مرتب کن که مثل خرابه‌زار شده است. بلکه بگو که ای نور چشم پدر، تو که تازگی و ترتیب را دوست داری، آیا می‌خواهی که کسی دیگر یاوریت کند تا حجرت را به نظم و ترتیب درآری؟ در مهمانی ما هستند نویسنده خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه به نام استاد ابو عبدالله رودکی، برات عبدالرحمن. شما را خوش آمدید میگوییم. سلامت باشید. یکی از بزرگان ما میفرمایند که درختی که خردک بود باغبان، بگرداند او را چو خواهد چنان، چو گردد کلان باز نتواندش، از کژی و خم بگرداندش. واقعا تربیت فرزند یا خود فرزند امثال یک نونهالی هست که هر گونه که با او مناسبت کردیم یا او را پرورش کردیم همان گونه بزرگ می شود و پاداشش به ما می رسد. امروز شما گفته می توانید که تربیت واقعی چگونه است یا خود تربیت چی است؟ اصلا تربیت فرزند در عائله شروع می گردد. بله. وقتی که فرزند به دنیا می آید با علای مادر، با افسانه های مادر، با مهر و محبت مادر به کمال می رسد. بله. او نوازش دست مادر، بوی خوراک مادر، بوی شیر مادر، بوی نان مادر، بوی تنور مادر اگر در دیه باشد در یادش، در نهادش می ماند. و بهترین لحظه های زندگی طفل تا ایام کودکی و راهگردی با مادر پس سر می شود. مادر هر قدر مهربان باشد، هر قدر سخن خوب به زبان فرزند نهد، هر قدر عزم و اراده کودک را با نیکی تربیت کند، در عائله کودکی بسیار خوب بر کمال و آینده ساز و آینده دار به کمال می رسد. و ببینید که 7 سالی که کودک در عائله به کمال می رسد تا سن مکتب، عالمان معین کردند که بهترین دوره تربیت فرزند است. بله درست است. چون که امروز عالمان ساحه ژنتیکا، ساحه بیولوژیا، ساحه آدمشناسی مقرر نمودند که 3 سال دوره اول تربیت کودک مهمترین دوره است. در جهان امروزه هم در دولت‌های مترقی جهان، مخصوصا در ژاپن، در اسرائیل، در امریکا، در انگلیا، در روسیه کنونی، عالمان رو به آن آوردند که همین زمینه تربیه مثلا نابغه رو، تربیه آینده ساز فرزند رو در همین سن تا 3 سالگی زمینه گذارند. چون که قابلیت معینه انسان مخصوصا کودک در همون سن و سال بسیار حساس است. او تمام همون چی را از خود کرده می تواند و بیهوده نیست که یاگان ما، گذشتگان ما در سن کودکی کوشش میکردند که کودکا بسیار کتاب ها و شعرها و همون آیت های قدیمه را ازبر کند. دلیل آن است که همون معینه کودک از جهت ژنتیکی، از جهت بیولوژی برای قبول همه چیزها آماده هست. به فرزندت مگو که ای خیره سر، چند بار گفتم که در خانه و کوچه تو بازی مکن، بلکه بگو جان پدر، میدانم که تو استعدادی، تو بازی داری، اما خانه و کوچه جای تو بازی نیست. با یارانت یک روز در هفته جمع شوید و
و در ورزشگاه مکتب بازی کنید و قسمی از مبلغ اجاره ورزشگاه را من می‌پردازم. بنده وقتی که در همون سرردکت انسیکلوپدیای ملی تاجیک بخش کودکان و نورسان را سرپرستی میکردم، یک چند کتاب انتشار دادم که یکی از آنها شناخت و یادگیری هست. کتاب شناخت و یادگیری مخصوصا به همون کودکان سین خردی تربیه نگرانیده شده است که اون در بر میگیرد کتاب حساب، رنگ ها، حرف ها و مثلا همون دیگر با 4 زبان یا 5 زبان 5 کتاب گردآوری شده است، با زبان روسی، انگلیسی، با حروف فارسی و یعنی همین کتاب زمینه ابتدایی تشکل کودک را میگذارد و عالمان معین کردند که در سین تا 3 سالگی اگر همین به کودک مثلا حساب را آموزانید، حرف را آموزانید، هر چیزی که از یاد تا آخر عمر همون در یادش میماند. برای همین نهاد اول تربیه کودک در عائله هست و گمان میکنم که همین قرار حکومت جمهوری درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیه فرزند این بسیار قرار سری وقتی بود، چون که در عائله های ما همون مسئولیت پدر و مادر کمتر است، زمینه تیار کردن کودک کمتر است و باید کوشش کرد که از خردی کودک را مثلا به مکتب آماده نماییم. این مسئولیت اولین درجه پدر و مادر است. درست است. مثلا ببینید که اولین صدایی که فرزند میشنود این صدای الله مادر است. صدای الله مادر است. مادران بزرگسال ما توسط همون الله خود مراد میکردند به فرزندان خود. فرزندان خود را دعا میدادند، آینده آنها را در همون متن الله خود توصیف میکردند. اما امروز هم متن الله‌گویی ها و هم خود الله‌گویی از میان قریب که رفته است. منظور من این است که الله گفتن در تربیه فرزند، در تشکل شخصیت کودک چی تاثیر رسانیده میتواند؟ خیلی سرود مادر، صدای مادر و خواه الله باشد، خواه افسانه باشد، عموما لفظ مادر، لفظ مادری مادر چخیلی که لفظ میگوییم یعنی زبان میگوییم، از کودکی در نهاد کودک همون فرزند میشیند، میشناسد. همون کودک هنوز طفل است، هنوز هیچ احساسی ندارد، لیکن صدای مادر رو احساس میکند، آواز مادر رو احساس میکند. بیهوده نیست که وقتی که نفر به نزد اولی شنو میرود که به من درباره تربیه فرزند مصلحت بده، میگوید فرزندت چند ساله، چند ماه شد در خدمت؟ میگه 8 ماه. میگه 8 ماه دیر کرده. یعنی تربیه فرزند در بطن مادر شروع میشود. با همون سخنهای خوب مادر، با همون نوازش مادر. مادر وقتی که در بطن طفل دارد با طفل باید گفتگو کند، چون که احساس میکند همون حسیات مادر رو، مثلا خشم مادر رو، نوازش مادر رو، سخن نیک مادر رو احساس میکند و تشکل ابتدایی کودک هم تقریبا از همون 1 سالگی شروع میگردد. اینم عالمان اثبات کردند. با فرزندت مگو که ای بیهوده کار، این چی رسمی بیمانی و پرخط کج و کلیب است که کشیده ای، بلکه بگو ای پسرکم، آیا می توانی برایم شرح بدهی که چی چیزی را رسم کشیده ای؟ این خانه کیست و این درخت چی نام دارد و این ماشین کیست و غیره. یکی از عالمان مشهوری که به تربیه فرزند کودکان 40 سال مشغول است با نام گلن دومن، بسیار کتاب ها هم دارد، توصیه می‌دهد که در کودکی چقدر که همراه فرزند کار کنید، همراه فرزند حرف زنید، همون قدر خوب است، چون که فرزند کنجکاو می شود. این چیست در آسمان؟ ماهتاب است. ماهتاب از کجا آمد؟ آب از کجا می آید؟ درخت از کجا سبزی؟ سوال‌های پیچیده دارند. همه سوال‌ها در پیش روی کودک در سن طفلی پیدا می شود. ما مثلا به همین اهمیت نمیدیم، مثلا جواب نمیدیم. حق است. مثلا من از کجا آمدم؟ من از کجا آمدم؟ من کی هستم؟ من کی هستم؟ مثلا درخت چیست؟
این از کجا آمد میوه، بادرنگ از کجا آمد، همه همین را با خوبی با لفظ شیرین به کودک فهماندن در کارد. چون که تشکل معینه کودک، تشکل تفکر کودک، تفکر جهانشناسی و خودشناسی و جهانفهمی کودک به قول همون گلن دومن در 7 سالگی به انجام میرسد. تا 7 سالگی بسیار سخت کار کردن در کار است در بالای کودک. هر قدر زیادتر کار کنید در بالای کودک، همون قدر نابغه را تربیت میکنید، نابغه را به دنیا میآورید. برای همین گمان میکنم که در اطراف تنها علی مادر نیو، عموما در اطراف تربیه فرزند، مثلا ببینید که همین کودکانی که طفل هستند با تلفن ها بازی میکنند، با کامپیوتر ها بازی میکنند، مثلا فیلم های عجیب را میبینند. کودکی که 1 ساله شد ببینید که با شوق هوس با تلفن رو میآورد یا که با کامپیوتر رو میآورد، به همه بازیچه هایی که مثلا با واسطه ملت فیلم ها نمایش میدهند هوس پیدا میکنند. همه این اصول تربیه هست. همین را با معیار معین، با راه معین انداختن در کار. مثلا بنده وقتی که نبیره‌ها کلانتر شدن، مکتب خوان شدن، در دوره استراحت من با آنها گفتم که همین چیزی که دیدید و در مکتب خواندید نویسید، با زبان انگلیسی نویسید، با زبان تاجیکی نویسید، با زبان روسی نویسید، با کدام زبانی که می نویسید نویسید، من مبلغ میتیم برای نوشتنتون. هوسمند کردم. ببینید که خواننده صنف 1 علاقه به زبان روسی، به زبان تاجیکی نوشت. خواننده صنف 2 تمام کردگی همونا نه تنها نوشت، با انگلیسی، با روسی، با تاجیکی نوشت و در کامپیوتر چاپ کرد. من علاوه کردم کسی در کامپیوتر چاپ کرده می آورد، چون که این تشکل تفکر است. چون که حرف را میشناسد، چاپ کردن را می آموزد، با کامپیوتر کار کردن را می آموزد. آورد خیلی من خرسند کردم. به فرزندت مگو که ای بفهم، برخیز و درسهایت را بخوان، بازی را ترک کن چون درس خوانی مهمتر است. بلکه بگو ای شادی قلبم، چون از خواندن درسهایت فارغ شده، اگر خواهی من نیز مدت چند در بازیتان اشتراک میکنم. وسیله هوسمندانی، وسیله بازی با کودک در عائله بسیار مهم است. مثلا ما در سر دفترخوان میشینیم، آش میاریم و یک کودک نمیدوند تا 10 سالگی که آش از چی محصولاتی عبارت است. حالا که همون به طور شوق‌ور من نبیرها را میپرسم که همین آش از چی محصولاتی عبارت است، بعد جستجو میکنن. من میگم از 7 محصولات عبارت است. بعد میگویند از روغن، از گوشت، از مثلا پیاز، سبزی، برنج و غیره. این علاقه همون شوقی همه عائله را، همه کودک را برای جستجو بیدار میکند. یا مثلا میگوید که همین پمیدور درخت است، یا مثلا ندیده است آخه پمیدور در شهر باشد. یا مثلا بنان درخت است، یا چی افلاسیون درخت است، یا مثلا حاصل تیاری آن را خورده است. این سوال ها مثلا در سر همون دسترخوان یک شکل بازی است. یک شکل بازی هست که برای تشکل تفکر کودک، برای جوانشناسی کودک کمک میکند. یا مثلا میگویم که من همین شفتالو، همین شفتالو را کی با 4 زبان نامش گفته میتوند؟ تاجیکی شفتالو، روسی گوی، انگلیسی گوی. اگر کسی نتوند گفته شفتالو نمیخورد. این بازی است، این اصول تربیه هست. این مثلا تفکر شکل میگیرد از خورده، اما جستجو میکند، میکوبد، میدوند که پدر با میپرسد یا هوسمند میکند گفته. بنابراین در دوره کودکی نه تنها با علی مادر بسیار کار کردن در کار است، بسیار زحمت کشیدن در کار است که این مسئولیت اولین درجه پدر و مادر است. باز تکرار به فرزندت مگو که ای ابله، تو به جز دیوار خانه جای دیگری نیافتی که بنویسی، بلکه بگو پسرکم بیتی را از بر کن و یا حکمتی را با خط خود زیبا بنویس تا آن را در دیوار بیاویزم و همه اهل بیت و مهمانان از معنی آن بهره برند و از خوشنویسی تو لذت.
درست گفتید که مثلا در باب تربیه اصولهای گوناگون وجود دارد و متاسفانه در جامعه ما بعضی والدانی هستند که در تعلیم و تربیه فرزند خود خنک نظری میکنند و حادثه‌هایی که اخیری که از جانب خود نورسان و نابالغان به میان میآیند این دلیل همین گفته های ما است. و چیز دیگر که شما درست تاکید کردید که مثلا وقتی که کودک خردسال است و محیطی که اون را احاطه کرده است درست درک نمی کند و بسیار کنجکاو می شود. اما بعضی پدر و مادران وقتی که کودک درباره یک درخت است، یک عموما چیزی که در اطراف است می بیند سوال می کند، ما بسیار با دغلی پاسخ می گوییم، در حالی که در فرهنگ بعضی از قوم و ملت ها این گونه هست که فرزند وقتی که سوال میکند پدر ایست میکند و درباره اون چیزی که کودک سوال میکند با ملایمی با یک زبان بسیار شیرین و شیوا اون رو شرح میدهد، ایضاح میدهد. چرا در فرهنگ ما این چیز امروز کم و بیش کاسته شده؟ سبب چی است؟ کوشش کردن در کار که در فرهنگ همین چیز جوری شود. بله. مثلا من نبیره 4 ساله دارم با نام داوود. بله. باغچه می روند. من گفتم که داوود تو همین باروسی با من افسانه میگویی؟ داوود گفت که من افسانه تریموک میگویم. بعد من فکر کردم که تریموک چی باشد؟ بعد گفتم داوود تریموک چی؟ گفت خانچه. خانچه. همون زمان و علاقه تو وریانت تاجیکیش فکر کرده. من موسفید همون تریموک فکر کرده موندم. ببین که همون کودک با طور خود همون تریموک افسانه تریموک نه تنها گفت، نقل کرد، شعر دارد، شعرش خوند. یعنی که باید علاقه آموده هست، باید علاقه هوسمند است. کوشش کنیم که مثلا همین تلویزیون روزی دراز کودک میشینند. بله، تماشا میکنند. بله. بعضی پدر و مادر ها حتی همین به خاطر اون که کودک خاموش شود در نزد تلویزیون میشونند که همون تلویزیون تماشا کند و اندرمان شود این کار کند. لیکن اگر همین ما اصولی خوب به روانه کرده توانیم تماشای تلویزیون، مثلا من میگم که کروش جان، یک نبیره من کروش دارد، سیم میخورد. تو همین فیلم تماشا میکنی با انگلیسی و با روسی، همین را با من نقل میکنی با تاجیکی. و علاقه هم با شعورانه وای میکند. یا مثلا من میگم همینجا میشینم میگم ترجمه کردن گیر از روسی با تاجیکی یا از تاجیکی با روسی. و علاقه همینا آماده میشود. و معینه تیز عمل میکند، معینه تیز میقپد، گوش کار میکند، زبان کار میکند، چشم میبیند، یک بار 5-6 احساسات آدم عمل میکند. همین گفته های شما یک چیز رو خلاصه کردم که امروز باید که در مؤسسه های تعلیمی ما یا در مؤسسه های تا مکتبی ما باید اصول درسدهی به طور عیانیت ناکی باشد. در مکتب های میانه هم اصولا باید کوشش کرد که همین سال به سال در برنامه های تعلیمی چی در مکتب میانه، چی در باغچه، چی در مکتب های عالی دستاوردهای نوترین علم استفاده بریم. آموزاندن در کار است، کوشش کردن در کار است که از تکنولوژی نوین، دستاوردهای علمی نوین قوا نمانیم. با فرزندت مگو که ای زنبور صفت، شیرینی زیاد مخور که دندانهایت مثل پیران 100 ساله سیاه می شوند، بلکه بگو برایت دستور داده بودم که روز 3 بار شیرینی بخوری، زیرا یقین دارم که دندانهایت را می شویی. پیشتر بعضی خواننده های مکتب های میانه مثلا اونم نسل جوان است و اونم نیاز به تربیه خوب دارند. پیشتر بود که مثلا از معلم بسیار شبهه داشتند، وقتی که معلم را میدیدند همچون یک شخص سیاستمدار، همچون یک معلم ادب، او را یا شاید از روی احترام بود یا شاید سیاست خوب داشت که هراس میکردند. اما امروز فاصله میان خواننده و معلم قریب که نمانده است. این را سبب چیست؟ شاید که کاسته شدن تربیه باشد یا اصولهای کهنه باشد. چی است این سبب؟ چی است؟ اصلا باید در تربیه همون فاصله گذاری نکرد. برابر گپ زدن، احترام کودک، قدر کودک شناختن، کودک ستایش کردن، این بسیار مهم است. بله. عالمای روانشناس، عالمای مثلا زیست شناس، عالمای مثلا متخصصان ساحه ژنتیکا پیشنهاد میکنن که هر روز قریب هر روز همین کودک رو ستایش کردن در کار است، بها دادن در کار است، سرزنش کردن در کار نیست. بله. برای همون اصول پیشینه سرزنش کنی یا نهزنی یا سیاستی که معلم داشت در جهان امروزه کمتر کاهید است. کودک را کوشش کردن در کار روانه کنیم
برای آموزش. به فرزندت مگو که ای نادان، چرا به چنین سؤال آسان پاسخ دادن نمیتوانی، بلکه بگو که شاید این سؤال به یارمندی نیاز دارد، اما سؤال دیگرت میدهم که آن را خودت به تنهایی حل کنی، زیرا سؤال آسان است و تو پسر زیرک. ما از اصولهای بهترین تربیت گفتیم و زمینه اساسی تشکل شخصیت هر یک کودک از عائله منشأ میگیرد گفتیم و سالهای اخیر متاسفانه بعضی از مادران که شیر مادر بهترین مثلا یک داروی هست که در تشکل شخصیت هر یک کودک بله مثلا زمینه گذار است، اما متاسفانه مادران زمان ما بیشترشون فرزندان خود را از شیر دادن مثلا کنار میکنند که این بسیار نادرست است. شیر مادر مطابق آموزش عالمان بیوخیمیکا بله. بیونیکا 88 کامپوننت دارد. بله. در جهان معاصر در همه موادهایی که در روی زمین است شیر مادر از همه بالاتر می ایستد. درست است. از همه کامپوننت هایی که در روی زمین است، از همه غذاهایی که سرچشمه غذایی که در روی زمین است در جای دوم عسل می ایستد. ببینید که شیر مادر قریب 20 کامپوننت از عسل زیادتر دارد. زیادتر است. به فرزندت مگو که ای فرزندم چون بزرگ شدی صدقه بده، بلکه بگو ای جان پدر برخیز برویم و کاری خیر بکنیم، به یتیم صدقه بدهیم، مستمندی را دستگیری کنیم، حاجت بینوای را برآورده سازیم. آنگاه چون به پیش یتیم مستمند یا بینوای رسیدی مال را در کف فرزندت بینی تا صدقه را به یتیم مستمند تسلیم کند تا این کارش برایش درس عبرت آموز فراموش نشونده گردد. کودکی مثلا یک آوان بسیار شیرین است و یک آوان بیغشی است و گاه ها می شود که مثلا اشتباه میکنند، یگان جرم را مثلا میکنند و پدر و مادر بسیار یک سرزنش سخت به کودک میکنند، در حالی که دانشمندان علم پسیکولوژی یا روانشناسی بر این نظرند که کودک وقتی که یک جرم کرد باید سرزنش نبیند، او را مثلا با مهربانی مثلا فهماندن لازم که مثلا تو این کار را باید نکنی. وقتی که کودک رو مثلا قلم به دست میدهیم در حال تنه دیوار خط میکشد و بعضی مادرانی هستند که از بی‌تجربگی یا پدران کودکان رو سرزنش میکنند یا لط و کوب میکنند که بالاخره اون کودک روح افتاده میشود و دل مانده میشود از پدر و مادر خود. اما علم پسیکولوژی این را انکار میکند، رد میکند و میگوید که ما در هر موردی که نباشد باید با کودک خوش معامله باشیم. یعنی خوش معاملگی در تربیت فرزند چه تاثیر میرساند؟ من حاضر میرم گفتم همون دختر خواستگاری میکنم میتیم تو گفتم سنف 11 میخونه، بعد این 9 ماه گفتم فرزند میشود. بله. بعد این 9 ماه فرزند میشه، خیلی من نگاه میکنم گفتم فرزندی تر تو خانه میتونی. بعد 2 سال گفتم 3 سال دیوم فرزند میشود. تو علاقه گفتم در کورس سیوم 2 تا فرزند داری. یک بار وزنین بر دوش شما میشه. تمام میکنی که 4 تا فرزند میگیری. تا کجا دیپلمات میشی؟ میتونی دیپلمات. مسکو رفته خانه میتونی. گفتم فکر که سرزنش و سیاست و دوغزنی قطعی نمیشود. بله. همون رو پرو نشسته مصلحت کرده همچون برادر، همچون دوست، همچون رفیق فهماندن در کارت در همه مسئله ها. بله. و صرف نظر فرزند انسان است میفهمد یا مردی 30 ساله هست فر ندارد. آرامانه به دوغزنی یک مصلحت برادران میفهمد. بله. میفهمد. درست. در ما همین چیز متاسفانه کم است. اما تفریقه گذاری هست. کلان باید دوغزنه سیاست کنه. به دستاوردهای علمی اخلاق و علمی روانشناسی و علمی تربیه انسان اونقدر مطابقت نمیکنه. در این موضوع گفتنی ها خیلی زیاد است و موضوع دامنه‌دار هم هست برای تربیت کردن یک فرزندانی که واقعا برای وطن، برای ملت خدمتگزار باشند، فرزند صادق وطن باشند. چی باید کنیم ما؟ جوانان ما، فرزندان ما باید یکم زبان دانند. بله. معامله کرده توانند. چند زبان دانند؟ زبان روسی دانند، زبان انگلیسی دانند، بگذار زبان خطایی دانند. این واسطه آموزش است. وسیله آموزش از بر کردن دستاوردهای نوترین علم است. این وسیله معامله هست.
بعد علم آهسته آهسته مثلا دستاوردهای نوترین علم از بر کرده میتوانند. کونه هم که شد از خود کرده میتوانند. زبان دانند این اساس است. برای همین من آرزو میکنم که فرزند تاجیک فرزند شایسته باشد، فرزند سربلند باشد، فرزند با ننگ و ناموس باشد، فرزند وطن دوست باشد، فرزند ملت دوست باشد و مثلا در عرصه جهانی همین دولت و ملت ما را معرفی کرده تواند. به فرزندت مگو که ای فرزندم چرا دروغ میگویی، بلکه قبل از همه هر سخنی که میگویی سخنی راست بگو، حتی در شوخی هایت و به هر وعده که میدهی وفا کن و نیز چون فرزندت گناهی میکند به او سخت مگیر، چون که عقوبت سخت کردن و ملامت های پیاپی موجب دروغگویی فرزند می شود. اگر گناهی از فرزند سر زند برایش شرط بگذار که اگر راست بگوید از ملامت و عقاب عفو خواهد شد. در تربیه فرزند تلقین خوشبینانه و سخنان دلگرم کننده را کار بند و در دل او و ذهن او روحی باوری را بیانگیز و از سخنان سخت و روح شکن بپرهیز و او را با تهدید کردنهای پیاپی و سخنان قبیح و درشت ترسو مگردان. ما باوری کامل داریم که امروز در ضمیر هر یک نسل جوانی ما همین وصف و ستایشی که شما کردید هست و بعض اون مانع‌هایی که امروز در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس داریم مرحله به مرحله برطرف می شوند و قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نیز به همین خاطر قبول شده است و طول چند سال است که این در تاجیکستان عزیز ما به حکم یعنی اجرا رسیده است و مردم نیز خوب درک کردند که تربیت نسل نورس از همه جهت برای ما مهم است و رشد دولت است، جامعه است، همه جهت برای آبادی وطن این گونه فرزندان میتوانند که سهم خود را بگیرند. عائله و فرزند اساس دولت است. بله درست است. سلامت باشید. و دانشمندان برای نظرند یعنی گروه میگویند که اول تعلیم است، گروه دیگر میگویند تربیت است، یعنی دوخورگی است در این مسئله و ما نظر داریم که هم تعلیم و هم تربیت در هم آمیزش باشند و این خوب می شود. این بود صحبت ما بینندگان عزیز در موضوع تعلیم و تربیت فرزند و هم صحبت ما بودند نویسنده خلقی تاجیکستان دارنده جایزه به نام استاد ابو عبدالله رودکی برات عبدالرحمن و ما باوری کامل داریم که در برنامه‌های بعدی باز ما را همراهی میکنند و وابسته به مسائل‌های مبرمی که امروز در جامعه ما دامنگیر هستند صحبت و مصاحبه‌های خود را انجام می‌دهیم و برنامه ملاحظه باشد اینجا به انجام میرسد. تا صحبت‌های بعدی خیر بینندگان عزیز.